برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی ما. به برنامه تحلیلی دیدگاه خوش آمدید. امیدوارم همگی خوش و صحت و سلامت هستید و شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه ما درباره این که چرا امام علی رحمان این دفعه هم از منصب پرزیدنتی نرفت. یعنی یادتان باشد همین خیلی مشمش و گپ ها بود که امام علی رحمان تا جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در منصب پرزیدنتی میماند و بعد از آن پسرش رستم امام علی را جایگزین خودش میکند. اما چرا نرفت؟ در این باره صحبت میکنیم. تاجیکستان 30 سالگی استقلالیتش را با تنتنه جشن گرفت. چند میلیارد سومانی که برای این جشن مصرف شده بودند و برای چند ساعت به امام علی رحمان و حکومت خانوادگیش افتخار آوردند، به بازگشت رفتند و دیگر هرگز بر نمیگردند. میلیون ها نفر که حضوری و از اکران های تلویزیون این جشن را تماشا کردند و لذت بردند و برای چند لحظه بخصوص بعد سخنرانی پردبدبه امام علی رحمان و مشت برداشتن و تاجیکستان به پیش گفتنهایش حس افتخار از استقلال و پیشرفت کشورشان احساس کردند. دوباره به شکم‌های گرسنه در آرزوی دریافت لقمه نان نشستند. بله، جشن و رقص و سرود گذشت، رفت. گرسنگی و قشاقی جای خودش باقی است، ماند. امام علی رحمان در 30 سال حکومتش ثابت کرد که تنها یک هنر دارد، یک هنر: آراستن بزم و رقصیدن در آن. ظاهراً خودش از این هنرش افتخار دارد که هر دفعه جشن را پردبدبه‌تر برپا میکند و بیشتر و بازافق‌تر میرقصد. قسم اعظمی بودجه با نوگ سوزن جمع آورده شده کشور هم برای همین جشنها و رقصهای پیشوای معظم مصرف می شوند. هزارها معلم و طبیب و کارمندان دیگر چند ماه دیگر ماهانه اشان به تأخیر می افتد و قسمی از آن دزدیده می شود تا این گونه بزمها آراسته شود و پیشوا برقصد. اما جشنهای دولتی را نمی شود تنها با رقص و بازی گذراند. در این جشنها باید رهبریت کشور به نزد بلندگویک حاضر شود و با مردم گفتگو کند. امام علی رحمان هم استثنا نیست. ولی نفری که کشورش را به دهگانه قشاقترین کشورهای جهان تبدیل داده است، در 30 سال استقلالیت حتی یک کارخانه موفق و ثابت نساخته است. یک کارخانه. این مردک به مردمش در همین حال چی گفته میتواند مگر اینکه دروغ گوید؟ و چون دروغهایش باید نو به نو باشند، هر سال به دروغ سال گذشتهش چند دروغ دیگر علاوه می شود، دروغهای نو، و پفک دروغ تا رفت بزرگتر می شود. پفک رو که می دونید هر چند بزرگ باشد به نوع یک سوزن می کفد. در سخنرانی های امام علی رحمان و مبلغانش در مطبوعات و تلویزیون، تاجیکستان کشور پیشرفته، مترقی، آباد، امن و
بهشت روی زمین است. هر سال اقتصادش رشد میکند. سطح زندگی مردمش بالاتر می رود. استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی افزایش می یابد. حاصل کارتاشکا چند بار از میلیون تن می گذرد. اما نه جای کار به مردم ایجاد می شود و نه واردات کارتاشکا کمتر می شود. واردات کارتاشکا شاید از صادراتش زیاد باشد، از استحصالش زیاد باشد. ببخشید. برای مثال امام علی رحمان میگوید در 30 سال صاحب استقلالی استحصال غله 5.3 برابر زیاد شد. کارتاشکا 10 برابر. سبزیجات و میوه 7 برابر زیاد شده. تأمینات بازار استعمالی با محصولات وطنی از جهت اکولوژی تازه خیلی بهتر گردید. اما بازارها پر از سیب کیتاییسکی. خیلی. و هم تاجیکستان تا استقلالیت همگی 30% کارتاشکای استعمالیش را استحصال میکرد. 30%. اهالی در این مدت 1.7 برابر، اما استحصال کارتاشکا به گفته رئیس جمهور 10 برابر بیشتر شده است. اهالی 1.7 برابر زیاد شدگی، استحصال کارتاشکا 10 برابر زیاد شدگی. کارتاشکا خوری مردم از این حساب 5 برابر زیاد شدگی. یک تا کارتاشکا میخوردی حالا 5 تا کارتاشکا میخوردگی شدگی از روی این واهمه. اما در همین حالت باز بر ضمن این واردات کارتاشکا تا هنوز ادامه دارد. بازار پر از کارتاشکای وارداتی است و دولت از نشر آمار واردات کارتاشکا از خارج خودداری میکند. چند تن از خارج کارتاشکا وارد شد نمیگویند. برای اینکه از خارج کارتاشکا رو درآورده به حساب خودشون می نویسند خواجگی ها. در آمار به حساب کارتاشکای خودی وارد میکنند. به بخت بدی پیشوا ساحه های هستند که دروغی زیاد گفتن امکان ندارد. چون که برای همه مسئله روشن است. در این حالت ها امام علی رحمان به رقم بازی میپردازد. برای مثال امام علی رحمان میگوید که مبلغ گذاری ساحه تندرستی سال به سال زیاد گردیده تنها در 20 سال آخر بیش از 16 میلیارد سومانی را تشکیل کرد. 16 میلیارد فهمه کردن میشود که میلیارد گفته، بله رقمی بزرگ است و با واهمه صدا میدهد. اما وقتی به 20 سال تقسیم می شود رقم کوچک است. همگی 800 میلیون سومانی در یک سال به یک ساحه بزرگ. در نتیجه ماهانه طبیب در تاجیکستان یکی از کمترین ها در جهان است. یا که امام علی رحمان میگوید که در دوران صاحب استقلالی و 1,400,000 عائله برای بنیاد منزلی استقامتی 138,000 گکتار زمین جدا کرده شد. این در حالی است که 1,400,000 عائله تقریبا کل خانواده های تاجیکستان از جمله شهرنشینان را فرا میگیرد. ببینید در یک عائله 3 فرزند و زن و شوهر باشن 5 کس می شود. یعنی 2 میلیون عائله 10 میلیون رو در بر میگیرد. بله تقریبا. حالا که کم عائله های در تاجیکستان هستند که در یک عائله
5 نفر باشن، 3 فرزند، اکثر 6 7 8 9 همه خیلی هستند. ببینید در چندین برنامه ها ما بارها به تکرار این رقمبازی، واهمه پراکنی و دروغگویی های رئیس جمهوری تاجیکستان را افشا کرده بودیم و بررسی کرده بودیم. باور کنید به راستی ما خسته شدیم، اما امامعلی رحمان خسته شدنی نیست از دروغ گفتن. به دروغ و واهمه و رقمبازی هایش ادامه میدهد و حتی آن را گسترش میدهد، زیاد میکند دروغگویی ها را، پوفک دروغ را بیشتر دم میکند. حتی همین کارتوشکا را که بارها ثابت شده که حجم استحصالش خیلی واهمه شده است، از سخنرانی هایش نمیبردارد. چندین بار ثابت شد که به جای 140 گکتار 950 گکتار 1100 گکتار نوشته اند. این خیلی زیاد شده است. چندین بار به جای 1 کیلو 10 کیلو نوشته اند. این جناب یا خودش کارتوشکا دوست داره است، کارتوشکا را خیلی دوست می‌دارد، یا اینکه همون نفری که به امامعلی رحمان سخنرانی را تیار میکند نوشته می‌دهد. کارتوشکا 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 میلیون برآوردیم، 1,200,000 تونه برآوردیم در ولایت سوخت. حالا این مثلا از روی به دهان رئیس جمهور نگاه میکنن که رئیس جمهور چی گفتن ها را دوست میدارد، حتما کپی میکنن، همین چیز در ولایت سوخت صدا میدهد. حالا ببینید احمد بای رجب زاده بود، چی بود؟ رجب بای احمد زاده اینقدر کارتوشکا گفت که رئیس جمهور کارتوشکا را دوست میدارد، گفته نامش توشکابای شد. از تراکتور، از کارتوشکا یادتون هست تراکتور ساختن، یعنی همه رو کپی میکنن، در ولایت سوخت نشان داده میخواهند که چیزی که رئیس جمهور دوست میدارد ما از پی آن هستیم. ببینید فاجعه بارتر از دروغ پراکنی های رهبر دولت باور مردم و حتی کارشناسان است. باور میکنن، باور، البته نه به دروغ هایش، بلکه به این که پیشوای 40 دروغ روز اصلاح میشود. اینقدر ساده لوح و ساده باوری. همین سادگی یا نیکگمانی مردم است که هر سال در عرفه سال نو یا در جشنهای مثل همین 30 سالگی استقلالیت، مردم از جمله کارشناسان فرضیه های این اصلاح شوی دروغگوی رقمی یک کشور را به بررسی میگیرند. ببینید اوفی تلایی گپ شد، مردم ساده لوح امامعلی رحمان امسال محبوسان سیاسی را هم آزاد میکند. حالا تا استقلالیت اصلاحات به میان میباید، کابینه حکومت پر تغییر مییابد، رئیس جمهور به استعفا رفته پسرش را جایگزینش میکند و پسرش کابینه نو میسازد. حتی در خبرهای رسانه ها این چیزها رو میخوندیم، حتی کارشناسان این گونه ساده لوحانه تخمین میزدند. ببینید دروغ در کشور ما یک جایگاه پیدا کرده است که حتی کارشناسان و تحلیلگران و تحقیقگران ما، استراتژی های ما راست میپندارن همین چیز رو و پیشگویی هم میکنن که همین خیل رود این خیل میشود، اصلاحات به وجود میباید، زندانیان سیاسی عفو میشوند،
امام علی رحمان به استعفا می رود. ببینید این همین امام علی رحمان به استعفا می رود. همین خیلی گپا به همین مانند پیش بینی ها که از امید به اصلاح شدن رئیس جمهور آب میخورد، چند سال آخر در پایان سال و یا قبل از جشن‌های بزرگ صدا میدهند. باید گفت مردم و کارشناسان کمی از اصلاح پیشوا همین شب روزها ناامید شدند و انا همین شب روزها با احتیاط فرضیه پیش میبرند. وگرنه سالهای قبل این گونه پیشبینی ها به مراتب خوشبینانه تر بودند. با نظر داشتی این که خود امام علی رحمان و بیشتر وزیرانش کارناشاییم شده اند، تیم رستم پسرش به صلاحیت های تیم پدرش دست درازی میکند و برخی از آنها را در بعض ریاست ها زده کشیده گرفته است. همین ما هم تخمین زده بودیم که در جشن 30 سالگی استقلالیت امام علی رحمان با تنتنه به مردم خیر خوش میکند و پسرش را جایگزینش میسازد، به جایش آورده میشیناند. ساده لوحی. اما یکی از سبب‌های این تخمین ما این بود که با وجود شدت گرفتن پاندمی کرونا ویروس، بحران بسیار عمیق سیاسی و انتقادهای شدید داخلی و خارجی، امام علی رحمان حاضر نشد یک قدم هم از جشنگیری با تنتنه عقب نشینی کند. فکر کرده میخواهد آخرین جشنش را با تنتنه ترین سازد و با مردم با تنتنه خیر خوش کند. برخی از منبع ها هم گفته بودند آمادگی به سپاریدن قدرت به یکی از فرزندانش جریان دارد. این خیلی گپ ها شده بود. حالا با گذشتن 6 روز از جشن با مصرف میلیون ها دلار از فروش ذخیره های کشور و از غارت صاحبکاران به این هم به فغان آمده، به دست آمده هم کمترین تغییرات دیده نمی شود. امام علی رحمان این جشن بزرگ را تنها به آن خاطر آراسته که رقص و بازی و نمایشکاری را دوست می دارد و از هیچ رفتنی با تنتنه خبر نیست یا رفتنی بوده تغییر در برنامهش پیش آمده است. جشن گذشت، امام علی رحمان و حکومتش باز به دنیای واقعی برگشتند. حالا بسیاری ها شاید از زپای هم بیرون آمدند. زپای حالا باید در فکر کشور و سیاست و اقتصاد آن باشند. بله، ذخیره های طلا هم به آخر نیست. به آخر نیست که آخر وگان به شویتساری فروشی و با پول آن کمبودی بودجه و اسعار در کشور رو پر کنی. پس امام علی رحمان به چی امید بسته است و چرا نمیخواهد دسته کرسی منصبش را از قبضش رها کند؟ چرا؟ باز هم تخمین میزنیم. احتمال دارد تحولات افغانستان امام علی رحمان را از تصمیمش برگرداند. در این شرایط مرکب امام علی رحمان نمیتواند اداره کشور را به دست پسری بی تجربه اش سپارد. اما این هم سببی اصلی نیست. دقت دهید، امام علی رحمان با سپاریدن کرسی ریاست جمهوری به پسر یا دخترش هم طبق قانون درباره پیشوا
از قدرت کنار نمی رود و قدرت اساسی در قبضه‌اش باقی میماند. از آن جمله معین کردن سیاست کشور را حقش را دارد. به نظر ما دردی امام علی رحمان جای دیگر است. امام علی رحمان سالها در جایگاه یک مخاو، یک کمخاو میگویند، در همین جایگاه بود. سالها یک کمخاو شدگی است و اکثر رهبران جهان از امام علی رحمان دوری میجویند. با وجود کوشش ها و حتی التماس و زاری های وزارت خارجه، هیچ کشور بجز چند کشور اتحاد دولت های مستقل و سازمان همکاری شانگهای حاضر نبودند از امام علی رحمان پذیرایی کنند. سفر به کشورهای متمدن تا حد رسیده که برای امام علی رحمان به آرزوی امید تبدیل شده بود. دائم در آرزوی سفر کردن به کشورهای اروپا و کشورهای متمدن بود. هیچ کس دعوت نمی کرد. اما عیناً در زمانی که امام علی رحمان میخواست با آراستن یک جشن پردبدبه به تصور خودش با آبرو با ملت خیر و خوش کند، ناگهان و غیر چشم داشت همه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند و تاجیکستان چون یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان مورد توجه غرب قرار می گیرد. رئیس جمهوری فرانسه در همین حالت امام علی رحمان را به پاریس و پرزیدنت اتحاد اروپا به بروکسل دعوت میکند. مگر بعد این همه آرزو و التماس و خواهش یک دعوت امام علی رحمان میتوانست این شانس را به کسی دیگر، حتی اگر آن کسی دیگر پسر یا دختر خودش است، واگذار کند؟ البته که نه. سپاریدن قدرت میتواند مدت مثلا تا آخری سال یا 30 سالگی 16 شورای عالی که با کودتا به قدرت رسیده بود صبر کند. امام علی رحمان پس از سالها در موقع یک کمخاو سیاسی بودن، شانس با تنتنه وارد شدن به قصر الیسه و بینای کمیسیون اروپا و سلفی کردن با رهبران تاثیرگذار دنیا را پیدا کرده است. میفهمید؟ همین شب و روز. چه تحفه بزرگتر از این برای یک دیکتاتور دراز عمر میتواند باشد که قبل از رفتنش دوباره وارد محفل‌های سیاسی شود و موزه‌اش را عکس‌های نو با رهبران جهانی آرا دهند. این بود برنامه امروزه دیدگاه. خیر در پناه خدا. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net